سلام خانم کوری. سلام. حالتون خوبه؟ بله خوبم مرسی. میشه لطفاً خودتون رو معرفی کنین و از دستاوردهای مهم زندگیتون برامون بگین؟ بله البته، من ماری اسکلودوفسکا کوری هستم. در تاریخ 7 نوامبر 1867 در شهر وارشاو در لهستان متولد شدم. در یک خانواده علمی رشد کردم، خانواده‌ای که ارزش زیادی برای آموزش و تحقیق قائل بود. پدرم وینسوا کوری معلم فیزیک و ریاضیات بود و مادر من برناردا کوری معلم موسیقی و زبان فرانسوی. در آن دوران لهستان تحت سلطه امپراتوری روسیه بود و آموزش برای زنان دشوار بود. بنابراین من به پاریس رفتم و در دانشگاه سوربون که یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها بود تحصیل کردم. در آنجا به تحصیل در رشته‌های فیزیک و شیمی پرداختم و این امکان برایم فراهم شد که در زمینه رادیواکتیویته شروع به مطالعه کنم. کشف رادیواکتیویته یکی از نقاط عطف زندگی علمی من بود که حتی مسیر علم را نیز دگرگون کرد. همچنین همراه با پیر کوری توانستیم دو عنصر جدید رادیوم و پولونیوم را شناسایی کنیم. این یافته نه تنها درک ما را از فیزیک متحول کرد، بلکه در پزشکی نیز تأثیر بسزایی داشت و زمینه ساز روش‌های درمانی نوینی چون رادیوتراپی شد. تلاش‌ها در این مسیر باعث شد که در سال 1903 به طور مشترک جایزه نوبل را دریافت کنیم و در سال 1911 به عنوان نخستین زن برنده نوبل شیمی شوم. در دوران جنگ جهانی اول از رادیواکتیویته برای ساخت دستگاه‌هایی بهره بردیم که پزشکان کمک می‌کرد تا جراحات سربازان را درمان کرده و حتی در جراحی‌های پیچیده از آن استفاده کنند. باور داشتم که رادیواکتیویته می‌تواند در درمان بیماری‌ها نقش مهمی داشته باشد، به همین دلیل تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام دادم. این پژوهش‌ها در نهایت به توسعه روش‌های رادیوتراپی منجر شد که امروزه به عنوان یکی از روش‌های اصلی درمان سرطان شناخته می‌شود. در کنار فعالیت‌های علمی همیشه به آموزش علم نیز اهمیت می‌دادم. در سال 1914 نخستین آزمایشگاه تحقیقاتی زنان را در دانشگاه سوربون احداث کردم. این مرکز علمی فرصتی را فراهم کرد تا زنان بیشتری وارد عرصه تحقیق شوند و به آموزش عالی دسترسی داشته باشند. گسترش علم و ایجاد فرصت‌های برابر در این حوزه برای من همواره یکی از اهداف اصلی بود. خیلی ممنونم از پاسخ کاملتون. علاقه به تحصیل در شما چطور شکل گرفت؟ به خصوص توی اون شرایطی که برای تحصیل زنان در اون جامعه و در کشور شما وجود داشت. سوال بسیار خوبی است. علاقه من به علم و تحصیل از همان دوران کودکی شکل گرفت. من همیشه مجذوب پرسش‌های بزرگ درباره جهان و طبیعت بودم. پدرم نخستین کسی بود که مرا با دنیای علم آشنا کرد. او همیشه به من میگفت که علم پاسخهایی برای سوالات بیپایانی که در ذهن داریم دارد. او همواره مرا تشویق میکرد تا به دنبال دانستن بیشتر باشم. در دوران نوجوانی علیرغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی علم برای من فراتر از یک علاقه، بلکه پناهگاهی بود که به کمک آن میتوانستم از محدودیت‌ها عبور کنم و به کشف‌های تازه برسم. مادرم که خود معلم بود تأثیر عمیقی بر من گذاشت و به من آموخت که زنان نه تنها باید به خانه و خانواده اهمیت بدهند، بلکه تحصیل و دانش اندوزی را جدی بگیرند. این باورها از همان ابتدا مرا به سوی یادگیری سوق دادند و انگیزه‌هایم را برای ورود به دنیای علم تقویت کردند. در آن دوران تحصیل زنان با محدودیت‌های بسیاری همراه بود. در بسیاری از کشورها از جمله لهستان زنان به ندرت اجازه ورود به دانشگاه‌های رسمی را داشتند و تنها برخی مدارس خصوصی امکان آموزش محدودی را برای آنان فراهم می‌کردند. این موانع نه تنها قانونی بلکه اجتماعی نیز بودند و زنان برای تحصیل باید با چالش‌های بسیاری روبرو می‌شدند. به همین دلیل من خواهرم برونیسلاوا که اشتیاق بسیاری نسبت به علم داشتیم تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل به پاریس برویم. پاریس برای زنان در آن زمان فرصتی برای تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی بود، اما حتی در پاریس هم راه آسانی در پیش نداشتیم. در دانشگاه سوربون هنوز باید برای اثبات توانایی‌هایمان بیشتر از مردان تلاش می‌کردیم. چرا که بسیاری از استادان و هم کلاسی‌ها ما را جدی نمی‌گرفتند و ما مجبور بود سخت‌تر از مردان تلاش کنیم تا خود را ثابت کنیم. در حقیقت من برای رسیدن به این موقعیت باید سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کردم. من همیشه باور داشتم که علم باید به طور برابر در اختیار همه قرار گیرد، بدون توجه به جنسیت یا موقعیت اجتماعی. متوجهم، واقعا اوضاع سختی بوده برای تحصیل، به خصوص برای خانوم‌ها.
در رابطه با وضعیت اقتصادیتون چطور؟ آیا شرایط مالی خانواده اجازه میداد که به صورت خوبی ساپورت بشین و دغدغه مالی نداشته باشین در این راستا؟ وضعیت مالی خانواده‌ام در کودکی و نوجوانی بسیار دشوار بود. پدرم با وجود درآمد اندک به آموزش اهمیت زیادی میداد و هر طور شده فرصت یادگیری را برای من و خواهرانم فراهم میکرد. علاقه من به علم از همان سنین پایین شکل گرفت، اما تأمین هزینه‌های تحصیل به ویژه زمانی که تصمیم گرفتم به پاریس بروم چالش بزرگی بود. زنان از بورسیه‌های تحصیلی محروم بودند، بنابراین من و خواهرم مجبور شدیم برای هزینه‌ها خودمان راهی پیدا کنیم. در پاریس برای تأمین مخارج در کنار تحصیل تدریس خصوصی می‌کردم و با وجود تمام سختی‌ها مسیر علمیام را ادامه دادم. از آشناییتون با پیر کوری بگین، اینکه چطور با هم دیگه آشنا شدین و تصمیم گرفتین که با هم دیگه ازدواج کنین. پیر نه تنها یک اتفاق ساده بود، بلکه نقطه عطفی در زندگی و کار علمیم محسوب می‌شود. او همسر و همکار واقعیام بود، کسی که هم از نظر علمی و هم روحی مرا درک می‌کرد. وقتی اولین بار او را در دانشگاه سوربن دیدم، غرق در تحقیق و مطالعه بودم. نگاه عمیق و متواضعانه‌اش به دنیا مرا جذب کرد. همکاریمان در زمینه رادیو اکتیویته به سرعت آغاز شد و این همراهی نه تنها به پیشرفت علمیم کمک کرد، بلکه نشان داد که رویکردمان به علم مشابه است. ساعتها در مورد یافته‌هایمان بحث می‌کردیم بیان که متوجه گذر زمان شویم. ازدواج ما تنها یک پیوند عاطفی نبود، بلکه اتحادی علمی بود. با مشکلات مالی و شکاکیت جامعه مواجه شدیم، اما پیر همیشه در کنارم بود و مرا حمایت می‌کرد. با مرگ او بخشی از وجودم را از دست دادم، اما باور او به علم و هدف بزرگتر باعث شد که مسیرمان را ادامه دهم. پیر برای من نه تنها همسر، بلکه نیرویی شد که حتی پس از رفتنش مرا به پیش برد. حالا یه سوالی دارم که ممکنه که برای همه ما در زندگی بارها و بارها پیش بیاد. میخواستم ببینم که پاسخ ماری کوری به این سوال چی میتونه باشه و اون همینه که زمانهایی که با افت روحیه در زندگی مواجه میشدید چطور از پسش برمیومدین و چطور برمیگشتین به روال پرقدرت و با انگیزتون؟ در زندگی بارها با دشواری‌هایی روبرو شدم، اما همواره نیروی درونی مرا به پیش می‌راند. به عنوان زنی که در دوره‌ای زندگی می‌کرد که تحصیل و پیشرفت برای زنان چندان پذیرفته شده نبود، چاره‌ای جز مواجهه با موانع نداشتم. با این حال چالش‌ها را نه به عنوان مانعی بلکه فرصتی برای رشد و یادگیری می‌دیدم. در لحظات سخت همیشه به هدف بزرگترم فکر می‌کردم. مشکلات علمی و اجتماعی برایم تنها آزمونی بودند که باید از آنها عبور می‌کردم. هدفم تنها کشف حقیقت علمی نبود، می‌خواستم ثابت کنم که زنان نیز می‌توانند در عرصه علم جایگاهی شایسته داشته باشند. همین باور نیروی محرک من در تمام مسیر بود. حمایت معنوی خانواده‌ام نیز در این راه نقش مهمی داشت. پدرم حتی در سخت‌ترین شرایط مالی به من امید می‌داد و همیشه می‌گفت که در دنیای علم هیچ چیز غیرممکن نیست، فقط باید با صبر و پشتکار ادامه داد. این کلمات در تاریک‌ترین لحظات روشنایی مسیرم بودند. تفریحاتتون در زندگی چی بود؟ برای حفظ روحیه گاهی به خودم فرصت می‌دادم تا از فشارها فاصله بگیرم. مطالعه کتاب‌های فلسفی و قدم زدن در طبیعت به من کمک می‌کردند تا دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشم. اما در نهایت همیشه به این اصل پایبند بودم که علم به آسانی به دست نمی‌آید. مسیر کشف حقیقت راهی پر از دشواری است که هر قدم در آن انسان را قوی‌تر و آگاه‌تر می‌کند. به نظرتون این جوابای خود کلیشه‌ای به نظر نمیرسن؟ امروز ممکن است این دیدگاه‌ها کلیشه‌ای به نظر برسد، اما در آن زمان چنین انتخاب‌های نوعی جسارت و انقلاب محسوب می‌شد. هر قدمی که در مسیر علم برمی‌داشتم نه تنها پیشرفتی علمی بلکه حرکتی برای باز کردن درهایی بود که جامعه برای زنان بسته بود. جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کردم زنان را در محدودیت‌های سختگیرانه محصور کرده بود، به طوری که حتی در بهترین شرایط آنها تنها در نقش همسر یا مادر پذیرفته می‌شدند. با این حال من هرگز خود را فقط یک زن در این ساختار نمی‌دیدم، بلکه خودم را انسانی می‌دانستم که باید برای حقیقت و علم بجنگد. یه سوالی هم بپرسم که مربوط میشه به قوه تخیلتون. به نظرتون اگه الان زنده بودین چه کاره می‌شدین و چه شغلی رو انتخاب می‌کردین؟ اگر امروز زنده بودم مسیرم شاید متفاوت بود، اما اشتیاقم به کشف تغییری نمی‌کرد. با فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ می‌توانستم رادیو اکتیویته را بهتر بشناسم یا روش‌های جدید درمانی توسعه دهم.
ارتباطات علمی هم متحول شده، دیگر نیازی به نامهنگاری‌های طولانی نیست. همکاری با دانشمندان جهان تنها یک کلیک فاصله دارد. در آموزش هم قطعاً دانش را فراتر از دانشگاه‌ها می‌بردم، چون همیشه معتقد بودم که علم باید برای همه باشد بدون استثنا. با توجه به دغدغه‌ها و دیدگاه‌هایی که در مورد زنان و حق و حقوق‌هاشون داشتین در طول زندگیتون، جایگاه فعلی زنان در این عصر حاضر رو که برمیگرده به چندین سال بعد از فوت شما، الان جایگاه زنان رو در جامعه کنونی چطور می‌بینین؟ جایگاه زنان در علم پیشرفت کرده، اما هنوز راه زیادی در پیش است. در زمان من زنان برای هر فرصتی باید می‌جنگیدند تا ثابت کنند که شایسته‌اند. امروز حضور آنها در علوم و مدیریت علمی امید بخش است، اما همچنان موانع و تبعیض‌هایی پابرجاست. اگر زنده بودم بر همان باور می‌ماندم که علم برای همه است و هیچ مانعی نباید زنان را متوقف کند. تغییر نیازمند تلاش مشترک است، نه فقط از سوی زنان بلکه از کل جامعه. همانطور که گفتم، نباید از چیزی ترسید بلکه باید آن را درک کرد. برای آینده‌های برابر باید آگاه شد، جنگید و ادامه داد. یه سوال حالا احتمالاً شخصی هم بپرسم، ولی میدونم که ممکنه برای خیلی از ما مفید باشه و اون هم اینه که شما روش مطالعتون به چه صورت بود و ممنون میشم که خود بیشتر در این زمینه شفاف بگین که چطور مطالعه میکردین و برنامه‌ریزی انجام میدادین. برای من علم فقط یک وظیفه نبود بلکه یک وسواس و کشش عمیق بود. با تمرکز و انضباط هر روزم را طوری برنامه‌ریزی می‌کردم که لحظه‌های هدر نرود. ساعت‌ها آزمایش، مطالعه و دقت روی جزئیات کوچک که می‌توانستند مسیر کشف را تغییر دهند بخشی از زندگیم بود. در تحقیق غرق شدن در یک موضوع برایم کلیدی بود. رادیواکتیویت همه چیز شد. با این حال گفتگو با دیگران هم دریچه‌های جدیدی می‌کشد. اما بیشترین آرامش را در تنهایی و تمرکز خالص می‌یافتم. استراحت را هم جدی می‌گرفتم. ذهن خسته تیزبینی ندارد. در نهایت تحقیق برایم یک مسیر بود، سفری بی‌پایان که هر قدمش یک کشف تازه داشت و من هرگز از آن خسته نشدم. زندگی شخصی و علمی من از هم جدا نبودند، همیشه در هم تنیده بودند. پیر همسرم شریک علمی و زندگیام بود و این همراهی تعادلی میان خانواده و کارم ایجاد می‌کرد. تعادل همیشه آسان نبود، اما با برنامه‌ریزی، اولویت بندی و تمرکز توانستم مسیرم را ادامه دهم. حتی در سخت‌ترین لحظات، بیشتر زندگیام در آزمایشگاه گذشت، اما لحظات کوتاه استراحت برایم ارزشمند بودند. وقت گذرانی با خانواده، به ویژه پیر و دخترانم، آرامشم را تأمین می‌کرد. طبیعت هم پناهگاهم بود. پیاده روی‌های کوتاه یا گوش دادن به صدای پرندگان ذهنم را آزاد می‌کرد. مطالعه، چه مقالات علمی چه کتاب‌های ادبی و فلسفی، به من دید وسیع‌تری می‌داد. موسیقی هم همیشه همراهی آرامش‌بخش بود، به خصوص بعد از ساعت‌های طولانی کار. گاهی هم به موزه‌ها و نمایشگاه‌های علمی سر می‌زدم، جایی که الهام بخش تحقیقاتم می‌شد. هنگام مرگ به چی فکر می‌کردین؟ وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، مسیری پر از چالش اما سرشار از افتخار و رضایت می‌بینم. علم برایم فقط فرمول و محاسبه نبود، راهی برای درک جهان و کمک به بشریت بود. کشف رادیوم و پولونیوم پرده از رازهای طبیعت برداشت و وقتی دیدم که از یافته‌هایم برای درمان سرطان استفاده می‌شود، دانستم که تلاش‌هایم بیهوده نبودند. اما مهمتر از هر کشف علمی اثبات این بود که زنان هم می‌توانند دانشمند باشند. گرفتن جایزه نوبل تنها برای خودم نبود، بلکه برای تمام زنانی بود که آرزوی ورود به دنیای علم را داشتند. بی توجه به نگاه‌های تحقیرآمیز ادامه دادم، چون حقیقت متعلق به همه بود، نه فقط مردان. در پایان به آینده فکر می‌کردم، به زنانی که روزی پشت درهای بسته دانشگاه‌ها می‌ماندند و حالا در آزمایشگاه‌ها قدم می‌زنند. آیا مسیر را برایشان هموار کردم؟ شاید نه کاملاً، اما اگر حتی یک قدم برداشته باشم، زندگیم ارزشمند بوده است. افتخارم این است که تا آخرین لحظه در جستجوی حقیقت و کمک به دیگران باقی ماندم. یه سوال، اونم این که شما میدونستین که رادیواکتیویته چقدر میتونه خطرناک باشه و حتی باعث مرگتون بشه؟ اگر جواب این سوال رو میدونستین، آیا امکان داشت که این کار رو ادامه نمیدادین و واردش نمیشدین یا نه ادامه میدادین؟ وقتی من و پیر روی رادیو اکتیویته کار میکردیم، از خطراتش بیخبر بودیم. آن زمان هیچ کس نمیدانست این مواد چقدر میتوانند مضر باشند و ما بدون محافظ با آنها کار میکردیم. اگر آگاه بودم شاید محتاط‌تر عمل میکردم، اما کشف حقیقت برایم مهمتر از ترس بود. با وجود خطرات از انتخابم پشیمان نیستم.
تحقیقات ما به کشفیاتی منجر شد که در پزشکی و علم تأثیرات بزرگی داشت. اگر به گذشته برگردم باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنم. و در کلام آخر آیا صحبتی دارین که ما نپرسیدیم و میخواین با بینندگان مطرح کنید؟ نکن جلوی ماری کوری. ببینید، ما راه طولانی رو پشت سر گذاشتیم. زنان امروز خیلی بیشتر از گذشته در علم، سیاست و اقتصاد حضور دارن و دستاوردهاشون غیر قابل انکاره. اما واقعیت اینه که هنوز چالش‌هایی مثل تبعیض شغلی، دستمزد نابرابر و نگرش‌های محدود کننده در خیلی از نقاط دنیا باقی مونده. اگر بخوام چیزی به نسل امروز و مخصوصاً دختران جوان بگم اینه که به دنبال علم و حقیقت برید. از مشکلات نترسید و جا نزنید. خیلی ازتون ممنونیم که حضور پیدا کردین. میدونیم که راه خیلی سختی رو داشتین، از جاهای خیلی مناسبی نیومدین، ولی خیلی لطف کردین. برای ما خیلی ارزش داشت که امروز در تیتاپ همراه ما بودین و ازتون ممنونیم بابت حضورتون. اجازه ندید جنسیت سقفی برای رویاتون باشه. کاری رو انتخاب کنید که عاشق شید و هر جا هستید دست دیگران رو هم بگیرید. علم، عشق و مقاومت 3 چیزیه که منو ساخت. ازتون ممنونم که منو دعوت کردید و خیلی خوشحالم که دوباره زنده شدم. خنده تحویل دادین آخان و کولی.